گایز چطوری؟ تزار هستم و امروز اومدیم با آموزش نصب چی؟ کوانت ویه که 7 دسامبر 2024 معرفی شد. آخرین کوانت وی که هست. ما به درخواست شما آخرین ویدیویی که ازش رونمایی کردیم کوانت ویو که پابلیک کردم تو چنل دیسکوردم، انقدر گفتید چطوری بیاد درستش کنیم، چطوری باید فیکس چه نصبش کنیم، گفتم بذار یه ویدیو در ببین. اول اینکه اگه شما جوین چنل دیسکورد ما دادید، این چنل دیسکورد ما، بعد تو همون چنل میاد پایین فایل مود، آخرین کوانت وی نوشتم چی؟ آپدیت کوانت وی، میزنید رو لینک زیر، دانلود میشه یه فایل اینطوری به شما میده. این فایل رو باز میکنید، کوانت وال، بعد اینجا زده چی؟ کوانت وی 5. خب اینو باز میکنید. اینو که باز کردید این ستا رو میارید اینجا، بگید خب اینا رو که اینجا اکسترکت کردید، ما حالا اینو نمیخوایم، با این ستا پارت کار داریم، پارت 1، پارت 2، پارت 3. پارت 1 رو باز میکنید. پارت 1 رو که باز کردید بیاییدش این گوشه صفحتون، حالا بعد رو 5M کلیک راست میکنید، اوپن فایل لوکیشن میزنید، یه صفحه اونطور رو میبینید. 5M اپلیکیشن دیتا میزنید روش و اینکه میزنید رو ماد، اول مادز زنید رو مادز، می تو جایی که باید مادز رو نصب کنید. حالا سمت راست که پارت 1 کوانت وی 5M مادز، اول اینو اینور کپی پیست میکنید مثل من، کنترل C کنترل V ریپلیس، بعد برمیگردید عقب میرید تو پلاگین، این ورم همینطور پلاگین ریشیدو میرید تو پلاگین. وقتی این کار رو کردی پارت 1 رو میبرید، پارت 2 رو باز میکنید، پارت 2 جی پی یو آن رو میرید توش، 5M پلاگین، اینو کپی میکنید دوباره تو چی؟ تو پلاگین. اینو که کپی کردید باز ببرید. الان میمونه چی؟ آپشنش حالا بستگی به گرافیک خودتون داره. اگه ویژوال پریست میخواید مثلا محیط سینماتیک که رنگو پررنگ شه، سینماتیک که چیز میشه یکم حالا محیط خاکستری طور اینا میره، ولی ویوید سامر میشه پررنگ میشه، حالا گیاه ها و همه چی. بلیزارد بدنم که ابر و آب و هوا اینا تون قشنگتر میشه. مانیتور بلور اگه خواستید، یا این که این ویکل کاستومه، رینگاتو قشنگتر میکنه، پلیدتو قشنگتر میکنه، ولی همه اینا فیستراب داره. وقتی همه اینا رو نصب کردید، بعد اینکه همه اون کارا رو کردید، بذارید چت نشونتون بدم. بذارید من اینو پاک کنم، اینم پاک کنم، کنترل اس، اینو ببندم. وقتی همه این کارا رو کردید، اگه شما فایل رو باز کنید، بذارید فایل باز شه، شما این کار رو کنید، ریشید شما کار نمیکنه، یعنی دکمه هوم بزنید هیچی نیست، یعنی مادتون کار نمیکنه. شما فایل رو باید ببندید و اینکه سیتیزن FX رو باز کنید. سیتیزن FX رو که باز میکنید، اینجا خالیه، یک کدی هست که حالا دستوریه، اینه ادانس که شما ریشیدتون کار کنید. ببینید من اینو حالا کپی میکنم، اینجا چی میبینید؟ این عدد خودم، این یعنی برای حالا 5M یا حالا استیم خودم تا ریشیدم کار کن. وقتی اینو سیو کردید بستید، حالا من اونو تو دیسکریپشن اون چیزم میذارم چه اسمش، توی دیسکورد هم میتونید بردارید از اونجا. وقتی اونو زدید میبینید که 5Mتون کار میکنه، و اگر کار نکرد F8 رو بزنید، اینجا براتون یه کد میاد، اون کد رو با کدی که جای مال من هست رو عوض کنید. اومدید تو سرور دکمه هومو میزنید، منوی ریشه براتون باز میشه. تمام کار ما اینجاست، یعنی 50% راه نصب کردنش بود، 50% راه چیه؟ تنظیمات اینجا.
ببین بالا که ما کاری نداریم، کوانتویی که پریست کوانتویه، پریست هوایه که این پایین برای ما باز میشه، حالا پستوفیکسه و اینم که میبین. حالا از بالا این پایین جدول این پایین چپ، اما بالا من بخوام بهتون بگم کرونا لایت چیه، کرونا لایت چه کار میکنه. شما این چراغا رو میبینید، چراغایی که چیزه، شما الان اگه دقت کنید اون لامپا رو چطوریه، نورش اونجوریه که چیشو میزنه، مثل اینکه آستیگماتین اونجور طوریه، مثل که آستیگماتین حرف منو میفهم. ببین وقتی این رو تین ریز دیگه اونجوری نیست. الان مثلا سبز سوار ماشین شما مثال اون قشنگ متوجه شید. چراغ ماشین میبینید چطوریه، چطوری داره میزنه. وقتی دیزیبل رو بزنید چراغا رو میبینید، چراغای بالا رو، چراغایی که اینجاست رو میبینید، نوری که پرتو داره رو میبند. حالا یکی باش حال میکنه یکی باش حال نمیکنه دیگه، اونش بستگی به خود شما داره، روشن بودن یا نبودنش. من که حقیقتش دوتا دیزیبلاشو میدم. این استریت لایت هم که میتونید نور شهر رو باش تنظیم کنید، حالا چه رنگی دوست داری باشه. ببینی من مثلا میتونی بذاری رو سفید، بیا اونجا رو تنظیمش کن. من که میبندمش دیفالت خودش، هم نورش به اندازه هم قشنگ تره چون پرتو هم داره. حالا رین دراپ چیه؟ رین دراپ قطرهای روی صفحه میاد همونجوری که مشاهده میکنی، مدل های مختلفی داره. اسکرین فروزن سمت گوشه های تصویرت مدل یخ زده میشه. میبینید چطوریه؟ این برای زمانی که برف بیاد خودش آن میشه اتوماتیک، خیلی باله. و اینکه بریم پایین تر، اینم که برای رنگه، اینم که اصلا رنگ ماشین رو عوض میکنه. این ویل کروم کالر، این برای چیه؟ برای دیسک ماشین. دیسکای ماشین اصلا منو ببینید الان روی مثلا قرمز باش حرکت کردم، میتونم قرمز سرش هم کنم. خاط معمولی به نظرم یونیک تر و قشنگ تر. اینجا رین دراپس روی ماشین، قطرهایی که رو ماشین هست رو ببینید. وقتی بارون میاد ماشین رو اونجوری میشه، قطرهایی که از شیشه میاد یا از روی بدنه ماشین لیز میخوره رو قشنگ متوجه میشید. مثلا روی رینگ هم میاد، مثلا میبینید الان اینجا که نور زده چطوری داره قطره میاد پایین. حالا ویکلو، اینم که اصلا برفه، این برای زمانی که برف میاد ماشینتون میتونی آنش کنی و رو سقف ماشینتون هم برف باشه، مثلا اینکه جنبه بالی داره. اینا برای استریمرها قشنگ‌تر است، این برای کسی که استریم نمیکنه به نظرم خاموش باشه بهتر. اینم که نور ماشین پلیسا رو بیشتر میکنه، چیز خاصی نیست. آها این پارتیک FX این چیه؟ این رنگ بک فایر شماست. مثلا بذارمش رو فایر سوار ماشین شم قشنگ متوجه میشید. نگاه کنید مثلا بک فایری که میزنم میبینید قشنگ مثل آتیشه. حالا رنگایی که داره مثلا میتونید بذارید رو رد، این رو آرژیبیشه، اشاره کردم آره رو آرژیبیشه، مثلا رو گیرین رو سبز میشه بک فایرت. من معمولا خودم همیشه رو بلوه، مثلا مثل اینکه ناس داره ماشین خیلی گذاشتم رو رد ریدم بعد ساری بذارین من همیشه رو آبیه. حواس فردی دیگه میبینی خیلی بنظرم از همش بالتره، خودم از همه بیشتر با این حال. بریم بعدی. بعدی تکسچر که بذارید همون دیفالت خودش بمونه. این سامر هم که درخت هست دیگه، مثلا حالا درخت ها میتونید عوض کنید رنگش، مثلا وینتر مثلا میتونید نارنجیش هم کنید، نارنجیش نمیدونم کدوم بود. اسپرینگ بذاری ثبت تر میشه. خب ولومتری کلوت این واسه چیه؟ واسه ابراه. گایس ابرا رو ببینید
ابری که تو آسمونه. اینو بزنم میره. ولومتری کلودز رو بزنید، ابرا میاد. میبینی ابروی خود فایوه تکسچره، حرکت نمیکنه، ولی این ابرا ریالستیک تر کرده گیمو. میبینید اصلا خیلی خفن تر و خیلی بمب تره. موشن بلور که نمیخوایم. اینم که رنگا رو میزنید تو چشم، کلا نمیخوایم. برایتنس نایت که مثلا شب رو نورانی تر میکنه. نور ماهو میبینید، اونی که ماهی که پشت ابروس رو میبینید، اونو مثلا میبینید نور اونو بیشتر میکنه. استارفیلد هم که پشت ابرو، بذار ابرو من یه لحظه میگم ابرو، یه لحظه ابرو رو چیز کنم گایز، ولومتریک رو ببندم. اون استارفیلد، اون کهکشانی که میاد بالا، داینامیک که بذارید خودش رنگش رو عوض میکنه. میبینید خودش رنگش رو عوض میکنه، خیلی بالام هست. ولی من منوال گذاشتم رو آبی، شما خودتون میتونید منوال رو بذارید رو هر رنگی که دوست دارید. من گذاشتم رو سفید. بیا برو، گذاشتم رو سفید، از همش هم به نظرم قشنگ تر دیگه. حالا رود اوورهال رو داریم اینجا، بزنی روش چی میشه؟ رود تو مثلا زیباتر میکنه. حالا رود اینجا فرق زیادی نمیکنه، ولی جلوتر روی قشنگ معلومه. مثلا میتونی رودت هم خیس کنی، اصلا میبینی خیس طوره، یه چیز قشنگه به نظرم. کلین رود، با این هم که میتونی رود رو برفی کنی. بایستا اینش چرا اونجوری شد؟ اویش دیزیبلش کنیم فعلا. واقعا که برفیات خودش فیکس شه. این دیزیبل هم که چیزی نیست. آنتی آلیزینگتون بذارید آن باشه همیشه. روز پلیت لوت، این هم که میبینید رنگی این قشنگ تر میکنه، کلا پر رنگ تر میکنه. میبینید چه باحال تر شد گیم. و اینکه حالا اون ماهی که داره خودشو میکشه و ماهی که سکسی شده و چت گایز، اگه با ویدیو حال کردید لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. و اگر مادای بیشتر خواستید بگید، هر مادی رو بگید ما براتون تست بکنیم میذاریم. و آره دیگه، اگه این مادم خواستید میتونید جوین چنل دیسکوردمون بدید. و اینکه آره از اونجا درایگون ورش دارید، من آپدیت هر ماشو میذارم به شخصه. و اینکه خودم با کونتی از همه ماده بیشتر حال میکنم باش، ریالستیک تره، همه چیز قشنگ تره، FPS سراب نداره، خیلی چیز بمبی. حالا خواستید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اکانت تویچمون هم حتما فالو کنید که هر شب اونجا استریم داریم گایز. هر شب استریمای خفن داریم با آدمای خفن، و اینکه عارفی هم داریم جدی دنبال میکنیم. مراقب خودتون باشید. فعلا خدافظ.